بیشتر کنید و لحظه به لحظه من گزارش میخوام. برای من اهمیتی نداره که کارتون، بارتون، زندگیتون رو میذارید وقت این کار. هنرمندا رو بفرستید سمت ما اگه میشه، خواهشاً. و این تقاضای بدی نیست، خوبه، هم به نفع منه هم به نفع مردمه. الان میگه همه جا شده ساخت و ساز، طبیعت خدا رو دارن ریشه کن میکنن، داغون میکنن و ما دست رو دست گذاشتیم ببینیم این. متاسفیم از این که مملکت ما داره ریشه کن میشه. ساخت و ساز تا کی؟ آیا این مملکت ما صاحب نداره، بزرگتر نداره، قوی هیکل نداره؟ شما باید تصمیم گیرنده باشید. ما چه کاره ایم؟ ما هیچیم. و اینکه آخرین حرف من باشه به شما این آقای پزشکیان، ما الان تو منجلاب گرانی هستیم.